قراره توی این ویدیو یه سری حقایق و نکات در مورد والی که یکی از شاهکارهای استودیو پیکسار هستش یه سری بررسی بکنیم. انیمیشن والی به نظر من یکی از انیمیشنایی هستش که خیلی راحت میتونه شما رو تو دنیای خودش غرق کنه. کلا استودیو پیکسار شاهکارهایی که خلق میکنه به نظر من میتونه رده اول جهانی رو داشته باشه. ولی نظر من اگه بخواین انیمیشن والی اگه اولین نفر توی انیمیشن ها نباشه قطعا جزو 3 تا انیمیشن اول میتونه حساب بیاد. والی در مورد یه رباتی هستش که آخرین رباتی هستش که توی کره زمین داره زندگی میکنه و عاشق یه ربات دیگه میشه و داستان به همین روش ادامه پیدا میکنه. و به نظر من انیمیشن والی یه جوری هستش که اگه شما یه بار نگاه کنین بازم هی دوست دارین اون انیمیشن رو ببینین، یعنی با یه بار دیدنش اصلا خسته نمیشین. البته این نظر شخصی منه. انیمیشن والی به کارگردانی و نویسندگی اندرو استنتون و به تهیه کنندگی جیم موریس توسط استودیو پیکسار ساخته شده که این انیمیشن توی تاریخ 27 ژوئن سال 2008 که معادل فارسیش میشه 7 تیر 1387 توسط شرکت والت دیزنی اکران شد. والی یکی از قدرتمندترین انیمیشن هایی هستش که ساخته شده. از لحاظ مالی هم قلمداد هستش. قلمداد یعنی چی مفهومش؟ این انیمیشن با بودجه 180 میلیون دلار تولید شد و جالبه بدونین که 600 میلیون دلار فروش داشته. توی ادامه ویدیو میخوایم یه سری نکات ریز و یه سری حقایقی که توی این انیمیشن وجود داره با هم بررسی کنیم و من بهتون بگم. فقط یادتون نره مثل همیشه لایک کنین، سابسکرایب کنین، اگه دوست داشتین واسه دوستاتون شیر کنین. پس بدون معطلی بریم با هم ویدیو رو ببینیم. شماره 1 میریم بررسی کنیم که ایده شخصیت والی اصلا از کجا اومده. شماره 2 صدا پیشه والی است کی بوده. شماره 3 که به نظرم یه ذره عجیب بیاد قانون بدون آرنج یعنی چی؟ الان بهتون میگم. شماره 4 ماجرای داستان دوست صمیمی والی. شماره 5 یه نکته جالب داره که طراحی انسان‌هایی هستش که توی اون انیمیشن ساخته شده. شماره 6 به تصویر کشیدن تصاویر واقعا بی‌نظیر و شاهکار. شماره 8 صدا پیشگی شخصیت ایو یا همون معشوقه والی. شماره 9 طراحی اتمسفر. شماره 10 کاپیتان کشتی اکسیون. تو مرحله آخر قراره یه سری جزئیات دیگه هم با هم بررسی کنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. یادتون نره لایک کنین، سابسکرایب کنین، واسه دوستاتون بفرستین. این کار باعث میشه خیلی به من حمایت بشه. تا ویدیوی بعد، خدافظ.